اشکال نداره. سلام، خوب هستین؟ سلامتین؟ خوبی؟ رو برمی؟ قربان شما، مخلصم. بله شما خوب هستین؟ سلامتین؟ منم همیشه خدا خوبه. رو شکر خیلی خوبم، عالیم. آره خوب. صدای من هوا میشنوید؟ هم چطوری؟ شوکی. سویا هوا چطوریه؟ خیلی گرم، خیلی گرمه اینجا، واقعا هوا گرمه. پیروز 44 درجه بود آقای نوریفر. 44 درجه چیکار واقعا میکنی؟ گرمه. چیکار میکنی؟ همش این یه یکم پنکه، یکم کوله، روز 3-4 بار بریم دوش بگیریم. خیلی گرمه، واقعا گرمه. اینجا بارسلونا خیلی گرم شده، ولی دیشب یه بارونی اومد، دیشب استثنا خنک بود هوا. آره دیگه گرم شد. آره حالا ما سال پیش احتمالاً آگوست چیز بودیم، سویا بودیم، ولی اون 2 سالی که ما بودیم شانسی هوا خوب بود. چه شانسی داشتیم، خدا دوستتون آره. داشته، چون اینجا واقعا همیشه گرمه. خب بریم حالا. بچه‌هام که دیگه یواش یواش اومدن، من عنوان لایوم نوشتم بچه‌ها می‌خوایم در مورد ماجرا تحصیلی صحبت کنیم، به صورت ویژه در مورد روانشناسی و رشته‌های روانشناسی و علوم انسانی. خب پویا ما دیگه بریم شروع کنیم، بریم سر اصل مطلب. من در خدمتم. خب بچه‌هایی که توی ایران روانشناسی خوندن یا مثلا رشته علوم انسانی خوندن، حالا اول روانشناسی رو نظرم بگین، بعد مثلا چه گزینه‌هایی دارن برای اینکه بتونن به صورت تحصیلی مهاجرت کنن بیان اسپانیا؟ خب اگر برای مستر بخوام بیان اینجا رشته‌های مختلف هست برای بچه روانشناسی. خود روانشناسی که حالا روانشناسی مثل روانشناسی بالینی ما هستش و روانشناسی اجتماعی هستش، روانشناسی ورزشی هستش. بچه‌ها میتونن اقدام بکنن. حالا یه سری دانشگاه دیگه هم هستن که حالا گرایش خاص‌تری هم دارن، مثلا روانشناسی شناختی و همینطور نوروساینس. بچه‌ها میتونن، بچه روانشناسی میتونن نوروساینس هم بخونن و برای مستر یا دکترا تحصیل بکنن. بچه علوم بچه‌هایی که بفهمن. بفهمید شما. اما برای بچه انسانی هم خب اینجا باز کار و رشته زیاده. بچه حقوق میتونه دو تحصیل بدن تو همون حقوق. علوم سیاسی هستش، جامعه شناسی هستش، کتابداری هستش، فلسفه هستش. تقریبا اکثر رشته‌هایی که ما تو ایران داریم برای ارشد رشته علوم انسانی اینجا هم وجود داره. بچه‌ها میتونن تحصیل بدن. حالا توی اون گرایش‌های روانشناسی که گفتی یه ذره ریزتر میشه که مثلا نوروساینسی توضیح کلی که مثلا این چیه اون چیه، اینا تا جایی که اطلاع داری. بله. چیزی که هست بچه‌ها که حالا خودشون تو ایران روانشناسی میکنن، یه زمان اول تو ایران ما خودمون گرایش‌های مختلف داشتیم، اما فکر میکنم که اخیراً عوض شده و الان اینطوریه که بچه‌ها عمدتاً تا جایی که خبر دارم تو ایران همون روانشناسی میخونن و در ارشد تغییر میدن. اینجا تقریبا همچین حالتیه که برای ارشد روانشناسی بالینی وجود داره که کسایی که تو این رشته تحصیل میکنن اجازه درمان دارن و میتونن کار درمان رو انجام بدن. و بچه‌هایی که تو روانشناسی ورزشی هستن خب میتونن توی تیم ها مشغول به کار بشن یا بحث تحقیقات رو ادامه بدن. و نوروساینس هم خب سطوح مختلف داره. کسایی که توی نوروساینس رو بگین روانشناسی ورزشی یه ذره بیشتر میگی، برام جالب بود چون دیدم که توی دانشگاه مثل اینکه رئال مادرید هم درسته، توی دانشگاه رئال مادرید هم در واقع رشته روانشناسی ورزشی داره ارائه میشه، یعنی نیاز روز باشگاه‌های ورزشی دنیاست، درسته؟ بله همه جای دنیا تقریبا. فکر کنم تو ایران هم من خبر دارم، ما یه استادی هم داشتیم به گفت روانشناس باشگاه پرسپولیس بود، یعنی میگفتن که با دانشگاه پرسپولیس هم همکاری می‌کنن. یعنی تو ایران همین رشته هستش، اما متأسفانه تا جایی که خبر دارم تو دانشگاه ما تا جایی که میدونم حداقل بر ارشد تو ایران نیستش. اما اینجا خب خیلی رو بهش اهمیت میدن و بچه‌هایی که میخونن سراسر دنیا میتونن کار بکنن. یعنی MBA از شما از MBA بگیرین که تو آمریکاست و خیلی براشون مهمه، و چه توی فوتبال و رشته‌های مختلف ورزشی. تو اسپانیا هم خب معمولا چون خیلی خوبن توی ورزش به خیلی جدی میگیرن ورزشو، یعنی همه جوره حمایت میکنن، همه جوره دقیقاً. بحث مدیریت ورزشی اینجا خیلی رشته مدیریت ورزشی و روانشناسی ورزشی خیلی توی بورسه و دانشگاه خیلی روش سرمایه‌گذاری میکنن به خاطر اینکه بازار کار خوبی هم داره. خب جالبه، یعنی مثلا کسایی که علوم انسانی خوندن یا روانشناسی خوندن میتونن بیان تو حوزه‌های و مدیریت ورزشی یا مثلا دوره مثلا روانشناسی ورزشی هم بیان ادامه تحصیل بدن و فعالیت کنن. به نوعی تغییر رشته محسوب میشه دیگه، به نوعی حالا تغییر رشته که نمیشه تا حدی. آره خیلی آخه در حقیقت میرن از اون علمی که تو روانشناسی دارن استفاده میکنن و
تمرکز میکنن برای اینکه بهره‌وری و پیشرفت رو توی ورزشکارا بالا ببرن. برای همین رشته خیلی جذابیه واقعا و جای کار زیاد داره. نوروساینس چیه در واقع؟ به تکنولوژی نوروساینس یه بخشی یه علوم اعصاب، فکر کنم فارسیش علوم اعصاب یا علوم شناختی هم حالا بعضیا ترجمهش میکنن، سطوح مختلفی داره. اما یه رشته بین رشته‌ایه. بچه‌ها از پزشکی و داروسازی میتونن فعالیت بکنن تا بچه‌هایی که کامپیوتر خوندن، بچه‌هایی که فیزیک خوندن و روانشناسی. یه رشته بین رشته‌ایه و سطوح مختلف داره. حالا از سلولی مولکولی هستش تا شناختی هستش تا بچه‌های مهندسی میتونن کارهای مختلف بکنن. یا یه عده هستن که بله حتی با کارهای تکنولوژی میکنن و مثلا از این عینک‌های ویژوال ریالیتی میذارن و فعالیت تحقیقی میکنن. رشته جذابیه. من خودم اینجا نوروساینس میخونم. بله. خب الان میرسیم به علوم شناختی که گفتی. فقط بذار من یه چیزی دارم رفت. بچه‌ها دوستان عزیزم، من کامنت‌ها رو میبندم که بتونیم مثلا با یعنی 10 دقیقه یه گپی بزنیم، حواسمون پرت نشه. شما حواسم به کامنت‌ها داره پرت میشه. بعد کامنت‌ها رو باز میکنم، سوالم داشتین حتما جواب میدیم. با هم باشین که بعد میگم اونایی که سوالشون مونده در آخر چیکار بکنن که جواب سوالشون. ترن آف کامنتینگ. خب کامنت‌ها رو بس. خب گفتی نوروساینس شاخش علوم شناختی که مثل خودت هم انگاری داری در واقع بله، یه شاخش شاخه رفتاری و شناختی هستش که من توی این شاخه دارم فعالیت میکنم. پس دیگه حالا به این داره که شما تو چه لبی و تو چه آزمایشگاهی کار میکنید که ما توی این رشته فعالیت میکنیم و توی این سطح هستیم. بیشتر دنبال این هستیم که پیدا کنیم اون هر قسمت و رفتار مثلا و از کدوم قسمت از مغز نشأت میگیره. یه همچین کاری. حالا خیلی نمیخوام چیز بشن دیتیل حوصله‌تون سر بره. سردر نیاریم. خب دیگه چه رشته‌ای هست توی حوزه روانشناسی؟ اینا که گفتی توی مقطع فوق لیسانس یا دکتراست یا هر دوه؟ برای هر دو هستش. برای هر دو میتونن اقدام بکنن، چه ارشد و چه دکترا توش میتونن فعالیت بکنن. برای حالا چه بالینی و نوروساینس یا روانشناسی اجتماعی و روانشناسی ورزشی، برای هر جفتش هستش. برای هر جفتش. حالا یکی از بچه‌ها الان قبل از که کامنتار رو ببندم لیسانس رو پرسیده بود، هم پویان که گفت بچه‌ها لیسانس در واقع شبیه ایران تقریبا خیلی گرایش و تخصص خاصی نداره، روانشناسی هستش و بعداً توی فوق لیسانس و دکترا قطعا ریستر میشه و گرایش مختلفی دارین که میتونید بخونید. خب بعد زبان تحصیل چی هستش توی اسپانیا برای کسی که میخوان بیان فوق لیسانس بخونن؟ بستگی به دانشگاه داره. بعضیا اسپانیایی هستن و بعضی ها هم انگلیسی هستن. بستگی به دانشگاه داره. یعنی هم میشه اسپانیایی اومد درس خون، هم انگلیسی اومد درس خون. اصولا قاعدتا که حتما اگر اسپانیایی بخوان درس بخونن که ارزون‌تر در واقع قطعا میتونن درس بخونن. درسته؟ بله منطقه. بله. معمولا حالا اینجوریه. بعد الان دانشگاه مدرک زبان میخوان یا نمیخوان؟ اونم دوباره بستگی داره. بستگی داره. یک سری از دانشگاه سختگیر هستن و ببینید علم زبان مهمه که آدم داشته باشه دیگه. خب برای شما میخواین اینجا درس بخونید، اما خب بعضی از رشته‌ها مدرک زبان میخوان، بعضی از دانشگاه لزوما مدرک زبان میخوان، اما بعضیا نه. بحث بر اساس همون اعتماد ما بگیم بلدن و مشکلی ندارن. بسیار خوب است. البته همونطوری که پویان گفت شما همیشه هر وقت در مورد مدرک زبان حرف میزنی بعدش مثلا بعضی گلگی میکنن میگن بگیرید. میگیم بچه‌ها ببینید مدرک زبان نمیخواد به این معنی نیست که زبانم بلد نباشی. یعنی ممکنه خیلی دانشگاه باشه شما بتونید بدون مدرک زبان پذیرش بگیرید، ویزا بگیرید و بیایید، ولی خب برای اینکه بتونید درس رو بخونید و پیشرفت بکنید، حالا فقط هم درس خوندن نه، پیشرفت بکنید، بتونید کاری پیدا کنید، خودتون گیلومتر از بیرون بکشین، زبان لازم دارین دیگه. یعنی خب در مورد شهریار هم یه ذره میگی چقدر شهریار؟ من سوالایی که بچه‌ها همیشه از ما میپرسن اینا رو، حالا همه رشته اغلب رشته فوق لیسانس دکترا خیلی شباهت داره با هم دیگه ویدیوهاشون. خیلی حالا کاملا درست. در مورد رشته علوم انسانی روانشناسی اینا رو لیست کردم که با هم دیگه مثلا شهریار چیه؟ شهریار از دکترا فکر می‌کنم از 60 یورو شروع میشه، یعنی سالی 60 یورو تا حالا هستش دیگه، تا سالی 1000 یورو هم فکر می‌کنم بعضی دانشگاه هستن، اما بستگی به چیز داره. از این ورم شهریای دانشگاه برای ارشد از 800 یورو اینا شروع میشه سالانه. خب البته هم یک سال عمدتا یک ساله دیگه. یک سال است. بله عمدتا فکر کنم فقط یکی از گرایش‌ها هستش که 1.5 سال توی رشته روانشناسی، یکی از گرایش‌ها از 1.5 سال و
تا 10,000 تا، یعنی مثلا از 800 یورو سالانه تا سالانه 10,000 یورو دیگه هر رنجی هستش که آره دیگه. حالا بازم بذار من این اشاره کنم که اون 800 یورو یه قطعا اسپانیایی زبونش. بله قطعا اسپانیایی. قطعا. حالا به زبان که رسیدیم، من یه چیزی بود که یه دفعه یادم افتاد نوشتم که بگم به بچه‌ها، اینا همچین باشه. یه پلنی که مثلا کسایی که الان دارن ایران درس میخوان، سال آخر لیسانسن، یعنی میخوان برن سال آخر، در واقع سال سوم، و میخوان بعد از اینکه مثلا فارغ التحصیل شدن بتونن وارد حالا اسپانیا یا حالا هر کشور دیگه بشن. ما در مورد اسپانیا صحبت می‌کنیم. از الان زمان بسیار خوبی دارین، میتونین شروع کنین اسپانیایی یاد بگیرین، اسپانیایی بخونین. تو ایران هم ارزون اسپانیایی خوندم، معلم خوبم خیلی زیاده، آموزشگاه خوبم هست چند تا، و میتونید اسپانیایی در واقع بخونید این یک سال، و بعد سال آینده که درستون تموم شد وارد در واقع رشته‌های روانشناسی، حالا علوم انسانی و سایر رشته‌های فوق لیسانس توی اسپانیا بشین. یه برنامه‌ریزی خیلی خوب میتونید برای خودتون داشته باشید، و وقتی هم میاد اینجا یک سال زبانو خوندین، باز میخونین زبانو، بعداً با یادگیری اسپانیایی هم میتونید اینجا کار هم بگردین پیدا بکنید و حالا راه خودتون رو باز بکنین. حالا یه نکته دیگه هم دارم که خیلی خیلی باحال و جالبه که حالا اونم بعداً میگم. فعلا من فکر می‌کنم بچه‌ها از الان شروع کنن یه ساله میتونن B1 یا حتی B2 هم بگن. درست می‌کنید؟ B1 رو فکر می‌کنم منطقه. حالا مثلا بعضی اصلا میخونن تو یک سال B2 هم میگیرن، ولی اینکه با سواد باشی خوب، فکر کنم یک سال مثلا B1 رو بتونن بگیرن اگه تو ایران بخونن. یعنی اینکه حالا شرایط فرق می‌کنه، ولی یه برنامه خوبیه. حالا برای کسی که یا لیسانس دارن می‌خوان سال بعد مهاجرت کنن یا سال آخرن، اینو میتونن تو پلنشون بذارن که شروع بکنن. حالا شهریاری که گفتیم فاندم دارن، البته اینکه میگی دکترا سالی 60 یورو نهایت 1000 یورو، خب این خودش یه جور فاند نصف است دیگه، یعنی انگار شهریه دقیقاً بچه‌ها. آره یعنی دقیقاً. آره، ولی غیر از اون چه فاند هم امکانش هست که بچه‌ها بتونن بگیرن؟ بله، هم برای مستر فاند دارم، فاندهای مستر محدودتره و حالا اونقدر گسترده نیست، چون خب نسبت به دانشگاه دیگه اروپا خب خیلی باز مسترها اینجا خیلی ارزون تر از بقیه جای دیگه اروپا. سالی 800 و رایگان محسوب میشه تقریبا دیگه. بله این چیز نیستش واقعا. و از اون ور برای دکترا هم فاند وجود داره. بله، خود اسپانیا و دولت اسپانیا سالانه 2 تا فاند دولتی داره که خب رقابتیه و اون بچه‌ها میتونن، بچه‌ها معدل خوب دارن میتونن اقدام کنن و شانس بالایی میتونن داشته باشن. و یه سری از اساتید هم هستن که یعنی بچه‌ای که وارد آزمایشگاه یا حالا اون رشته میشن، بعضی اساتید خودشون قرارداد دارن و بودجه دارن و پروژه دارن و با بچه‌ها قرارداد می‌بندن. آره، خیلی از بچه‌ای که از ایران هم با اساتید مکاتبه میکنن، خیلی اوقات اساتیدی رو پیدا میکنن که مثلا بودجه داره، همون اول استاد حاضر میشه مثلا بده و حتی با قرارداد کاری فاند میرن اسپانیا. و حالا بعضی که شما میگی تو با اون لابراتوارا اینا که چیز میکنن. خب دیگه چی نوشته بودم؟ اجازه کار دانشجویی هم بگو، تجربه خودت رو بگو اگه دوست داری، اطرافیانت رو بگو. اجازه کار دانشجویی اخیراً فکر کنم اخیراً که 1 سال شده، قبلا 20 ساعت بود، الان شده 30 ساعت. دانشجو تو اسپانیا 30 ساعت اجازه کار داره. رو کارتا هم که دیگه می‌نویسن دیگه الان. بله الان دیگه تو کارتا هم می‌نویسن که اجازه کار با اجازه کاره و بچه‌ها خب اینجا کار مختلفی میتونن بکنن، از آموزش زبان و کار کردن تو آموزشگاه زبان هستش. حالا یه دم کار عمومی‌تر میتونن بکنن، حالا یه دم میرن بار و رستوران هم کار میکنن. خود شما زبان هم درس میدادی درست؟ بله من زبان انگلیسی هم درس میدم اینجا. حالا واسه یه سوال بپرسم ولی سوالم خنده‌داره، زبانت خوبه؟ بله خوبه که درس. خب چه اینم حالا بگو، از بحثمون یه ذره دوره ولی اینم بعدم اگه بالا اطلاعاتی داری بگو. بچه‌ها مثلا می‌پرسن که ما چیکار کنیم که بتونیم مثلا زبانمون خوب اونجا زبان درس بدیم، چه مدرکی لازم داریم، مثلا مدرکی لازم نیست. حالا من تجربه شخصی ما میتونم بگم. شما بگو تجربه. منم یه سری اطلاعات دارم از دوستان میگم. تجربه شخصی من جایی که درس میدم از من مدرک زبان نخواستم، با من مصاحبه کردن و خب اوکی بود و خب دیدن که من میتونم ارتباط برقرار کنم هم به اسپانیایی هم به انگلیسی و حالا اونا انگلیسی براشون مسئله بود و از من مدرک زبان نخواستم. ولی اینکه با اسپانیایی هم میتونستی ارتباط بگیری به نظر خیلی پوینت بود، خیلی مهم بود. خیلی مهم بود که من بتونم با اسپانیایی هم ارتباط بگیرم و برای من اینطوری پیش اومد که من رزومه فرستادم و در نهایت برای یه مصاحبه شدم و بعد مصاحبه شروع به کار کردم. یعنی اون کسی که شما رو می‌خواسته بگیری براش اولویت یکی بوده که شما توانایی ارتباط برقرار کردن داشته باشی
و دو اینکه بله اون مهارت اون کاری که مثلا می‌خواستی زبان درس بدی مهارت اون رو داشته باشی. این دو تا فاکتور بله واقعا در نظر گرفته. بله آره ولی البته بچه‌ها یه سری مدارکی هست که خیلی معتبرن، حالا نمیشه گفت مثلا اگه داشته باشین حتما میتونین کار بکنی، حالا بس زبان انگلیسی من بگم که همه میشناسن، مثلا مثل آیلتس. خب مثلا شما یه بله آیلتس آکادمی که خوب داشته باشین، هر جا ببرین نشون بدین واقعا معتبره و واقعا پروف اینه که شما زبان رو مثلا بلدید. یا حالا یه دوره هست که خیلی معروفه توی اروپا به اسم سلتا که کمبریج برگزار میکنه، اونم یه دوره بین‌المللیه که تو کشور اطراف ایران هم فکر میکنم برگزار میشه. قبلا هرمس تو ایران برگزار میکرد که فکر کنم دیگه خیلی وقتی که دیگه نمیدونم رفتم، ولی خب حالا اینا مدارکی بودش که بچه‌هایی که میخوان زبان انگلیسی اصلا تو اروپا استاندارد اروپایی هستش، سلتا میتونن چیز بکنن. خب بعد در مورد بورسای ارشد اشاره کردی، یه بورسی هم هستش که حالا چند بارم با هم در موردش صحبت کردیم و اینا. بله اراسموس، اونم میشه اشاره بکنی که چجوری هست این اراسموس، داستانش بله چیه؟ این اراسموس یه فاندیه که در حقیقت اتحادیه اروپا به بچه‌هایی میده که در اروپا دارن تحصیل میکنن و بچه‌ها میتونن براش اقدام بکنن. یه حالتی که من مثلا اینو راجبش اطلاعات دارم اینه که بچه‌ها میتونن تو دوره‌ای که دارن تحصیل میکنن برن، این فرصت رو دارن که 3 ماه از اون دانشگاه یا از اون کشوری که هستن خارج شن و با فاندی که اتحادیه اروپا بهشون میده 3 ماه برن جای دیگه و یه مهارتی رو کسب بکنن و حالا اگر مثلا کارشون آزمایشگاهی برن یا آزمایشگاه دیگه و اون کار رو ادامه بدن و یاد بگیرن. خب خیلی فرصت خوبیه، هم میتونن با اساتید دیگه آشنا بشن، همین که میتونن که به رزومه خودشون افزایش بدن و اینکه یه بخشی هم دولت اروپا اتحادیه اروپا بهشون کمک میکنه و یه مقداری بهشون کمک هزینه تحصیلی هم بابت این چیز میده. این برای کاری که بچه‌هایی فعالیتی که دارن انجام میدن در واقع در حال تحصیلن در اسپانیا، اینه برای بچه‌ای که در واقع بله 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 برای کسی که چه در مقطع دکترا چه در چون یه مقطع فاند اراسموس ارشد هم هست که میتونن کسایی که انجام بدن. خارج از اتحادیه اروپا اپلای میکنن براش، که اونم بله اون خیلی از بورس. اول باید اقدام کنم. بله آره بله بورس اونم خیلی خفنیه اصلا. البته میدونی خیلی جالب بود، من یه بار مثلا یادم داشتم تو اینترنت سرچ میکردم مثلا بهترین میزدم بهترین بیشترین بورسا بهترین بورسا اراسموس همیشه اول بود، جزو بله بهترین بورس است، از لحاظ عدد رقمش خیلی بالاست بله و خیلی امکانات خوبی میدن بهشون. حالا اینو کاملا در درست موردش کنم. حتما پارسال نشد دیگه، سرمون شد، در موردش حتما امسال یه لایو خیلی مفصل در مورد حتما اراسموس، آره حتما ان شاء الله امسال سوالی. میگیم. بله خب بعد یه چیزی در مورد نوروساینس صحبتشون تمام شد، یعنی دیگه نکته دیگه ای نبود که بخوای بگی؟ یه نکته دیگه که می‌خواستم بگم اینه که فقط اینطوری نیست که مختص بچه‌های روانشناسی باشه، بچه‌ها میتونن از رشته‌های مختلفی مثل پزشکی و داروسازی تا علوم آزمایشگاهی و زیست و اینا وارد این رشته میتونن بشن. خب یعنی از جای مختلف هم نوروساینس گفتی، البته بله بین رشته‌ایه، یه جورایی بین بله رشته‌ایه. بله بله خب بعد یه چیز دیگه این که در مورد رشته داروسازی، خب میدونم که چون میدونم که اطلاعات دقیق داری، به روز داری و بله میدونی، اینم دوست دارم اشاره بکنی. البته از بحثمون جداست ولی خب حالا جزء چاپ بله درمان یه جوری محسوب میشه، تو علوم بله انسانی نیست. ولی کسایی که داروسازی خوندن تو ایران چجوری میتونن بیان اسپانیا؟ بچه‌هایی که داروسازی خوندن تو ایران میتونن وارد اسپانیا بشن و اینجا تخصص داروسازی بگیرن. تو ایران هم ما بچه‌ای که داروسازی میخونن میتونن عین پزشکی‌ها که مثلا میرن کسی تخصص قلب میگیره یا تخصصهای مختلفی میگیره، تو ایران هم بله داروسازی‌ها این امکانو دارن که کنکور بدن و کنکور تخصص بدن و وارد رشته‌های تخصص داروسازی بشن. توی اسپانیا هم این فرصت برای بچه‌ها وجود داره که بیان با مدرک دکترایی که داروسازی تو ایران دارن اینجا مدرکشون رو قبول میکنن به عنوان دکترا و اینا میتونن بیان اینجا تخصص داروسازی بخونن. حالا شاخه‌های مختلفی هم داره که بچه‌های خود داروسازی بهتر میدونن، حالا فارماکولوژی هستش و حالا رشته‌های مختلف دیگه که میتونن اقدام بکنن و بعدش هم میتونن حالا اگه بخوان میتونن همسانسازی هوموگلوبین انجام بدن و کار مختلفی بکنن و به عنوان داروساز تو اسپانیا هم شناخته بشن و فرصت‌های خوبی تو براشون اسپانیا فراهم هم میشه. داروسازی کار. و البته حتی موقعی که دارن تحصیل میکنن، یه بار گفتی که میتونن نامه بگیرن از استادشون برن داروخونه‌ها کار کنن، درسته؟ بله این تجربه رو بله یکی از بچه‌ها داشتش که این کارم انجام داده بود و تونسته بود که این کار رو هم بکنه، از استادش نامه گرفت بود. بله رفت که بره. خب خیلی هم عالی. بله به عنوان داروساز کار خب می‌کنه. اگه توضیحاتی داری بده، اگه نه بریم یکم سوال جواب بکنیم ببینیم چه خبر. من در خدمت.
خدمت بچه من کامنت ها رو باز میکنم. فقط یه چیزی بگم قبلش حاضی باز کنم. نکته که میخواستم بگم ببین بچه ها، کسایی که سنشون زیر 27 ساله و مثلا در روانشناسی خوندن یا هر رشته دیگه خوندن و میخوان فوق لیسانس بخونن تو اسپانیا، این امکانو دارن که بیان و تو اسپانیا زبان رو یاد بگیرن. یعنی اول بیان اسپانیا، اینجا زبان رو بخونن. یعنی مثلا شما الان توی ایران فرض کنید لیسانس روانشناسی دارید یا مثلا حالا هر رشته دیگه فرق نمیکنه، میخواید که بیاید اینجا اسپانیا 1 سال زبان رو بخونید و بعد از اینکه زبان خوندید سال بعدش وارد دانشگاه بشین فوق لیسانس بخونید. چرا؟ که هم زبان رو زودتر یاد بگیرید، زودتر بتونید در واقع اون پروسه مهاجرت رو پیش ببرید و در عین حال زمانی هم که در واقع تو 1 سالی که اینجا اسپانیایی میخونید میتونید وارد مسترهای اسپانیایی زبان بشید. بنابراین شهریه بسیار کمتری میدید. یعنی مثلا یک مستری که 7,000 یورو هست شما میتونید با 800 یورو 1000 یورو اینو بخونید. یعنی یه صرفه جویی خیلی زیادی هم تو شهریه‌تون میشه. اینم میخواستم بگم که یه آپشنی هستش که باز شده و میتونن بچه‌ها قبل از مستر بیان و زبان بخونن. خب بسم الله کامنت ها رو باز میکنیم. کامنت رو باز کردیم یه سری رفتن. فقط من نمیبینم کامنت رو واقعیت. من نگاه میکنم شما آره بله. ببینیم اگه کسی سوالی داره البته از بچه در مورد لیسانس اولی که دوستان پرسیده بود من بگم ورود لیسانس فوق لیسانس و دکترا آزمون نداره، درسته پویان؟ آزمونی نداره. نه آزمون نداره. آزمون ورودی نداره. بر اساس شرایطی که افراد دارن که شامل معدلشون، سابقه تحصیلیشون، سابقه پژوهشیشون، سنشون و موارد دیگه میشود مثلا اینا در واقع گزینش میشن. ولی دوره لیسانس اگر روانشناسی رو شما بخواید در دانشگاه دولتی بخونید باید حتما آزمون بدید، بیاید کالج آزمون بدید بعدش. ولی دانشگاه خصوصی هم میتونید بخونید که آزمون نمیخواد. من کلیاتی از لیسانس گفتم که خب فرمودن که مستر روانشناسی کارورزی داره. کارورزی منظور کارآموزی؟ بله کارآموزی. خب نه توی راجب اون رشته روانشناسی بالینی اطلاعاتم اونقدر دقیق نیست که الان بگم که میتونم بعدا اطلاع کنم بهتون، ولی تا جایی که اطلاع دارم نه نداره. ولی بقیه بابت گرایش‌های دیگه‌ای که عرض کردم خدمتتون مطمئنم که نه نداره. یعنی اون مثلا اون ریسرچ ها و اینا هیچ کدوم آره دیگه چیز ندارن. اونا کارورزی ندارن. کارورزی هم منظورشون حالت کارآموزیه دیگه. مثلا تو ایران آخه مثلا بله یه حالتی داره که آخه مثلا تو ایران هم روانشناسی نداره، کارورزی نداره. وزارت بهداشت یه رشته مثلا اگر شما زیر نظر وزارت بهداشت روانشناسی بخونی اون بچه‌ها کارورزی دارن، اما اگه شما زیر نظر وزارت علوم تو ایران بودی مثلا کارورزی نداشت. تقریبا شبیه ایران. حالا یه چیز یه کلمه به وزارت بهداشت گفتی خوب شد اینجا افتاد که دانشگاه اسپانیا الان اینم بعد همیشه بچه‌ها میپرسن هم زیر نظر وزارت بهداشت هم زیر نظر وزارت علوم، یعنی از هر دو حالت اوکیه، چه رشته‌تون وزارت علومی باشه چه وزارت بهداشتی باشه فرقی نمیکنه. دکترای شهرسازی حالا خیلی بحث امروزمون نیست، ولی همین مواردی که تو لایو پویان گفت از بابت شهری و اینا همینه. چند سال دکترا طول تحصیل دکترا پویان؟ 3 سال است. شما میتونید توی 3 سال دکترا رو بگیرین، اما خب این قابلیت اینو داره که به 4 سال و اگر مثلا بچه کسی نتونه و مثلا چون تحقیقش بیشتر طول بکشه میتونه 4 سال هم تمدید بکنه و 4 سال بخونه. اما دوره دکترا 3 سال است. یعنی یه سال هم اکستند میکنه. بله بستگی داره که بستگی به این داره که شما چقدر بخوای طول بکشی و چقدر حالا شانس باهاتون یار بشه، چقدر درس خون باشه اینا دیگه. بله ولی شهری ها ایناش همون شرایطی که ولی همون بعدن شرایط مثل همه. فرمودن کدوم دانشگاه هستی نوشته بودیم تو تبلیغات فکر کنم. من دانشگاه سویا. اگه دوست داری بگو. نه دیگه به قول شما خودتون نوشته بودین. بله دیگه نوشته بودین. دانشگاه سویا هستم. سویا توی کدوم استانه؟ حالا بچه‌شون نمیدونن. استان آندلوسیا جنوب اسپانیا. استان آندلوسیا. یه جای بی‌نظیره. بچه‌ها سویا شهر بی‌نظیره. آی لاف سویا. گرمه فقط. خب من گرما دوست دارم ولی الان آره دیگه. دوستی فهمیدن کلا توصیه میکنه ایران اسپانیایی بخونیم. آره همونطوری که گفتیم حتما بخونید. چرا نخونید؟ حتما بخونید.
غیر از اینکه برای تحصیل ارزان‌تر و بعد میایین اینجا برای کار پیدا کردن و هزار تا چیز دیگه، معاشرت و اینا به کارتون میاد، به غیر از اون یه دنیای جدیدی رو روی شما باز میکنه. شما یه زبانی به قشنگ شیرینی زبان اسپانیایی رو بخونی. حالا اگه توضیح هم پویان داری تکمیل بده. آخه اولا که به قول شما یه دنیای جدیدی به روی آدم باز میشه. همونطور که زبان انگلیسی دونستان، وقتی من زبان انگلیسی یاد گرفتم فقط یه عالم مطالب جدیدی یاد گرفتم و اینا، اسپانیایی هم همینطوریه. و اینکه 500 میلیون نفر فقط زبان مادریشون اسپانیاییه و قشنگ به قول شما درهای جدیدی به روی آدم باز میشه، توی همه جا به کار آدم میاد و خیلی و در کمک این میکنه. حال برای تحصیل و مهاجرت هم میتونید ازش استفاده کنین. ما گفتیم شما میتونید اسپانیایی رو تو ایران بخونین بچه‌ها و بعد بیاین و میتونید در واقع بیاید اینجا اسپانیایی رو بخونید توی اسپانیا. بستگی به شرایط شما داره که چی براتون در واقع بهتر هست. بعد فهمیدن که حالا بازم حالا نمیدونم بهترین رشته ها و بیشترین حقوق ها مربوط به کدام رشته است. میدونی که چه رشته‌ای بیشترین حقوق رو میگیرن در کل اسپانیا سخته در کل جواب بدم، کل ولی آره من نه واقعیت نمیدونم. در مورد پزشکی درآمد ها نمیدونم روانشناس، واقعا. در مورد درآمد روانشناس مثلا میدونی اطلاعاتی داری؟ اه، من نه میدونم مثلا واقعیت فکر زیاد میکنم که کسی میگیرن درآمدش خیلی بالا. خوبه. فکر میکنم که ساعتی اول فکر میکنم تو اینجا مثل ایران ساعتی پول میگیرن، بله جلسه خب جلسه ایه و فکر میکنم ساعتی 60 یورو 70 یورو همچین چیزیه، یه مبلغ اینطوریه. من شنیده بودم، نه حالا چون همه جا فرق میکنه، ولی من چند پیش بله پرسیدم از یکی از دوستان خیلی بالاتر بود، گفت مثلا اینکه 100 یورو. ولی یه خب پس من فرقی یعنی چیزی ایشون میگفت یه فرقی داره. ببخشید ما جسارت می‌کنیم نه بابا نه شما نظر نه دیگه. نه 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 بابا ولی بفهمه. میگفتن یه فرقی میکنه. فرقش اینه که مثلا یه عدد نسبتا بالایی میگیرن به نسبت، ولی تعداد مراجعه کلاینت کمتری رو در طول هفته اصلا بیشتر از این حدی رو نمیتونن داشته باشن و به خاطر همین خب تمرکز بیشتری میزنن روی کارشون. حالا اینجوری میگفتم نمیدونم. خب دکترای شهرسازی بعدی از سنی بچا دکترا نداریم. همین امسال ما 48 سال 55 سال داشتیم. خب جزء فاکتورها سن نمیشه گفت نیست، ولی محدودیتی نداره. مصاحبه سفارت خیلی حالا به سفارت بچا بس کار نداره. تو کدوم دانشگاه پویا همه سالشون اینه شما کجایی الان عزیزم؟ من دانشگاه سویا دانشگاه سویا درس میخونم، جنوب اسپانیا، آندلوسیا. گرمه الان نمیشه مثلا زمستون. بعد دکترا رایگانه. خب دوست عزیزی که شما گفتین 23 سالتونه، من به شما گفتم شما چیکار میتونید کنید. شما میتونید برین اسپانیا، زبان اسپانیایی رو بخونین، وارد کالج بشین، بعدش هم وارد دانشگاه بشین رشته‌ای که میخواین. ولی خب جزئیات خیلی داره، بعد یه سری چیزا هستش که الان تو اینجا نمیگم. بچه در مورد بحثی که داشتیم میدونم سوالی جانم و کارورزی پرسن، سوال خوبی ولی پرسن بچه ها. پویان شما کجا هستی و کارورزی خوب بود. پرسن تو بیمارستان میشه کار کرد؟ یعنی چه تو بیمارستان؟ من به عنوان روانشناس فکر میکنم منظورشونه. بله میشه کار کرد کسی که روانشناس باشه. باز هم مثل ایران خب بعضی روانشناسا تو بیمارستان کار میکنن بعضیا نه دیگه، اما بله من اساتیدی هم دارم که تو بیمارستان کار میکنن. ولی خب برای کسایی که مهاجرت میکنن همونطوری که اون روز هم صحبت میکردیم، زبان و شناخت زبان و فرهنگ خیلی بله کسی که خودش روانشناسی میخونه فکر میکنم میدونه دیگه. کسی که به هر حال خود من اگه مثلا ایران زندگی بکنم ترجیح میدم که اگه روانشناس آمریکایی هم باشه من ترجیح میدم که پیش یک روانشناس ایرانی برم، به خاطر اینکه هم بحث زبانی من راحت‌تر میتونم به فارسی خودم ابراز بکنم و اینکه برای اون آدم فرهنگ منو میشناسه و برای من فکر میکنم اینجا هم همینه دیگه. خب مثلا یک آدم اسپانیایی ترجیح میده که با یک کسی که فرهنگ خودش رو میشناسه و اینکه حالا زبانش خیلی هم خوب باشه چیز بکنه، اما منع قانونی نداره. بله میتونن انجام بده. اینجا مثلا روانشناسایی دیدم که انگلیسیشون خیلی خوب بوده، به مهاجرای مثلا چه میدونم از کشورهای مختلف، حالا مهاجرای بیشتر آسیایی یا آفریقایی بیشتر، اونا مثلا با زبان انگلیسی هم مشاوره میدن. حالا خب باید زبانت واقعا خوب باشه دیگه، بعد بله بتونی چیز بکنی. خب یه چیزی میخواستم
بگم که بچه سوال برای دکترا باید دوست عزیزم برای دکترا باید استاد پیدا کنیم دیگه، بگی منطقیش اینه. حالا اگر مثلا موردی هم شانسی هم باشه که مثلا بدون استاد بتونی پذیرش بگیرین، خیلی احتمالش الان کمه، الان احتمالش کمه. باید یه استاد پیدا کنید دیگه قبل از اینکه میاید. ایشون بفهم نه هیچ یکی از کامنت ها خوندم، ببخشید نوشته که بگو راحت باشه. نوشته بودن که مستر بالینی نداره، داره اما به اسم مستر بالینی نیستش. بالینی یعنی مثلا کلینیکال اسم، چرا دیگه این مستر؟ بله دقیقاً، بله کلینیکال من. بله آره دیگه کلینیکال که داره، چرا نداره؟ یعنی گفت سوال پرسیدن یا اشاره کردن که نداره؟ نه نوشته بود که آره منم فکر کنم اشاره کرده بودن. نوشته که نداره. گفتن که من هرچی میگردم ندارم. خب بهتر بگردیم، بیشتر بگردیم. همین می‌خواستم سایت‌های چیز بریم توی دانشگاهی مثلا سایت‌های QS و شانگهای یا اینا، دانشگاه اسپانیا که رنکشون بالاتره، یا سایت وزارت علوم یا سایت وزارت بهداشت، بریم دانشگاه اسپانیا دونه دونه برید تو سایت دانشگاه، اونجوری تو گوگل سرچ می‌کنین مثلا مستر بالینی در اسپانیا، نمیاد، مشخصه که نمیاد. باید برین تک به تک دانشگاه رو بگردین ببینید کدوم‌ها ارائه میشن کدوم‌ها ارائه نمیشن، پیدا می‌کنین. داره از اون سوالا میپرسن که خیلی نمیدونم بگم سوال خوبیه، سوال بدی، عجیب غریبه، راضین از اسپانیا، نمیدونم چی بگم، جواب بدی. در از اسپانیا آره خب اسپانیا خوب گرمه، اما در کل بله میتونم بگم بله مسئول نص بده به قول خود اسپانیا بله راضی هستم. بچه پرسن دفتر دارین؟ آره دوستان دفترم داریم، همه چی داریم. حالا شما مثلا لایو و سوالی داریم بپرسیم بعدا هستیم پاسخگوییم. یه دوستی پرسه ویزا تحصیلی از ایران بگیریم بهتره یا در خاک اسپانیا باشیم اونجا فرانسه طی کنیم؟ نه، اینکه حالا من اگه منظورم درست فهمیده باشم که ویزا تحصیلی ویزا اقامتی رو از ایران باید بگیریم، ولی حالا کاری به اون ندارم. ولی گفتین هزینه قبل از ورود به دانشگاه و بدون اجازه کار اینا، این خیلی بستگی داره به اینا. کلی بگم به بچه‌ها به اهداف شما. یکی هدفش اینه که سرعت براش مهمه تو مهاجرت کردم، یا من میخوام سریعتر برم به این دلایل شخصی و دلایل غیر شخصی که مثلا از جمله این که مثلا وضعیت یه جوریه که معلوم نیست سال دیگه بتونم برم، امسال برام شرایطش هست اینا و هر چیزی. خب سرعت عمل براتون مهمه، خب منطقی تره که خب بی عمل کردی داشته باشین، برنامه‌ای رو پلنی رو بذارین که روش رو انتخاب کنید که سریعتر به مهاجرت ختم بشه. اگه یه موقع هستی رشته خاصی میخواید یا هدف خاصی دارید، خب باید بیشتر صبر کنید که به اون هدفتون برسید. به شرایط شما هم بستگی داره. با خنده برسن راضی. رشته توسعه فردی پویان دارین؟ توسعه فردی نه نمیدونم، من نشنیدم. فکر کنم منظورشون کوچینگه یا نه، نمیدونم واقعا. نمیدونم. من فقط یه چیزی هم بگم دوباره توضیح بدم. خیلی از بچه‌ها رشته هایی که ما داریم صحبت می‌کنیم با پویان رشته های دانشگاهی هستن که ما داریم درشون صحبت می‌کنیم، یعنی دانشگاه‌های دولتی و معتبر در سطح اروپا، در سطح جهانی. ولی ممکنه مثلا خیلی دوره‌های زیادی خوبی باشه و هست در اسپانیا که مثلا میتونید اینجا بگذرونین و دانشگاهی نیستن ولی خیلی هم متنوع، خیلی هم بعضیشون هم خیلی دوره‌های جالبی ان، خیلی جالب، خیلی باحال. منظورشون کوچینگ بود. بله منظورشون کوچینگ بود. خب چه اطلاعاتی دارین در مورد دوره‌های کوچینگ اینجا؟ کوچینگ وجود داره، همه جای دنیا دوره‌های کوچینگ هست، اما همونطور که شما فرمودین دوره هستش به صورت همونطور که شما فرمودین این حالت دسترسی دانشگاهی نه. آره رشته دانشگاهی تا جایی که خبر دارم و تا جایی که تا حالا اس کردم نه، من تا حالا به عنوان رشته دانشگاهی ندیدم، اما دوره وجود داره. من راستش ندیدم، حالا شاید هم باشه، حالا ما که همه چی رو نمیدونیم ولی خب بله. خب بچه‌ها بحثمون کالج نیست، کالج و اینا نیستش، ولی نه دوره کالج الان فکر کنم رو کارتا نمیزنن، ولی حالا بحثمون نیست. خب خیلی خوب بچه‌ها، اگر که دیگه کسی سوالی نداره ما یه جنبندی بکنیم و فعلا این لایو رو تمام بکنیم که خیلی هم طولانی نشه. کسایی که میخوان
ببینن بتونن دنبال بکنن و حوصله‌شون بله. سر نره. حالا بعد در ادامه در واقع داستان باز هم لایو میذاریم و کسایی هم که سوال دارن در این زمینه و تو لایو نتونستن شرکت بکنن، لایو رو یه چند روز نمیتونیم تو پیجمون بذاریم لایو رو بمونه، ولی یه چند روز در واقع توی پیج میذاریم لایو ذخیره بمونه و هر کی سوال داره بره توی همین لایوی که ذخیره میکنیم زیرش کامنت بذارید و تو کامنت ها جواب میدیم. میگم 2-3 روز هم بیشتر نیست لایو، چون نمیتونیم بالا مشاورای اینستاگرام اینا به هر شکل میگن نباید بذاریم بمونه، ما مجبوریم گوش کنیم. 2-3 روز میذاریمش، هر کی سوال داره بره در واقع توی کامنت ها بذاره. پویان جان ممنون که اومدی. دست شما در نکنه. ممنون. قربان شما. ممنون از شما. خیلی لطف کردید. قربان شما. ممنون. ممنون از شما. که همگی اومدین. خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار.